از همه اگر درباره زنده بودن خضر ما تصور کنیم، اگر خضر زنده می بودن اولین می آمدند و همراه پیامبر روبرو می شدند. پیامبری که دیگر حدیث است که هر پیامبری که اگر پیامبر رو میدید حتما باید ایمان می آورد، با پیامبر روبرو می شدن یا با جانشینان پیامبر، با صحابه ها، با خلفای راشد روبرو می شدن یا با این همه ائمه مشهوری که ما و شما میشناسیم. مثلا حضرت امام قرطبی خودشون اصلا دیدگی هم گفتگی نیستن، یا امام نووی گفتگی نیستن که من دیدم، یا ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام مالک، اینها دیدگی هم گفتگی نیستن. در جایی که ما زندگی میکنیم در تاجیکستان، فقط میدونم که یک چند کمی به جادو باوردار انسان ها یا انسان های خرافاتی میگفتن من خضر را دیدم، پایش را ندیدم، ریش های دراز داشت، سلای کلان داشت، با من سلام کرد، از او دعا طلبیدم. که مردم خرافاتی به همین قصه ها زیادتر باور دارن که گویا که خضر را میبینن، از خضر دعا میگیرن. خیر، یکی گفتیم تو دیدی، بعدن چی شد؟ با همین تو هم اولیا میشوی، با همین تو هم دیگر کلا هرچی گویی گفته ای تو از همه بالا می شود. انسان با تقوا و با عمل صالح و با عملهای ظاهریش که مردم دیگر آن را می بینند، در بین مردم احترام پیدا می کند و در نزد پروردگار هم این اکرمکم عند الله اتقاکم. نه اینکه یک خضر را دیدی و با همین تو اولیا شدی، با همین صاحب احترام شدی. یعنی من نمیدونم مقصد از آنهایی که میگن من خضر را دیدم چی هست. برای آن که حتی صحابه های یا ببخشید علمایی که پیامبر را در خواب زیاد میدیدن، به کسی نمیگفتن که ریا نشود، ریا نشود و خواب خود را به هر کس نمیگفتن. اینها دیگر پگاهش به همه جا آوازه میکنند که من امروز در بیداری خضر را دیدم، که چه خیلی گفتم در نزد جمهور علما، اکثری علما خضر انسان صالح بودن، اما از آنهای نیستن که به نزد تو آیند و پناه به الله. بعضی ها حتی از خضر هم بود ساختن که گویا که یک خضر را اگر من میدیدم آرزوهایم عملی میشد. همین گونه فکرها هم هست که گویا که خضر دیگر به اله یا به خداوندی رسیده باشد، در حالی که یک انسان صالح از یک انسان صالح اگر زنده هست دعا طلبیدن مشروع است. وقتی یک نفر رو صالح میشناسید و میبینید به من دعا کن گفتن این جایز است، دربارش حدیث صحیح است. اما اینکه یک نفر مرده یا ارواح کسی را میبینم و با همین دعای من اجابت میشود، این گونه اعتقاد الکی قدم به شرک است و کلا باور کنید که این آدم را دیدم آرزوهم عملی می شود، الکی شرک اکبر می شود که آن را به خود خدا ساخته. پس عزیزان، در نزد جمهور علما، اکثریت علما، ادعاهایی که آنهایی که دعوا دارن من خضر را دیدم و به من دعا داد و این و آن است، آنها یا جن را دیدن یا اینکه کلا گپی دروغ میزنن، یا جن را دیدن یا گپی دروغ میزنن. چیز دیگر، مؤمن یقین داشته باشد تو حتی اگر پیامبر را دیده باشی، عملت صالح نباشد، ایمان نداشته باشی، به تو دیدن پیامبر هیچ فایده ای ندارد. مگر ابو جهل پیامبر را ندیده بود؟ مگر ابو لهب عمکی پیامبر نبود؟ یعنی اگر تو یک دیده باشی هم به تو هیچ فایده ندارد اگر عملهای صالح نداشته باشی. با همین درجه تو بالا نمی شود. چگونه که بعضی با یک نفر مشهور عکس میگیرن که گویا که با او عکس گرفتی تو هم مثل او شدی. نه، اون در جایش است، تو در جایش است، تو در جایت هستی. یعنی کسایی که ادعا دارن که مگر مثلا در خوابم دیدم یا بیداری دیدم، هیچ چیز رو اون تغییر نمیداد. اولا در نزد اکثریت علما این ادعا دروغ است که خضر زنده است. دوما با دیدن آن اگر تو عمل صالح نداشته باشی، همون گونه که قرآن و سنت هست، روش طریق راست اسلام است، از آن نرفتی، به تو دیدن تو خضر و اینها هیچ فایده ندارد. تو همان هستی که همان میمانی، مگر اینکه اهل تقوا باشه و عمل صالح داشته باشه، که انسان هایی که رابطه شان به الله قوی است، آنها نه به دیدن خضر نیاز دارند و نه به دیگر اولیا، که آنها رابطه شان با پروردگار تمام اولیا است.